یه سلام داغ خدمت همه شما هموطنا و همشهریا و بچه محلای خودم. میگم من هر کلمه‌ای واسه زبار در رفتگی سیدعلی تو این روزا پیدا میکنم، باز تو عمل میبینم طرف زرتش غمسورتر از این حرفاست. ببین کار سیدعلی به کجا کشیده که بنده موشکافم از شرح احوالات درامش عاجز شدم. فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر برخی رفتارهای نابجا در نیویورک بازتاب‌های گسترده‌ای در محافل سیاسی غرب داشت. غربی‌ها که منتظر این بهانه‌های خبری هستند، سازی را کوک کردند مبنی بر دوگانگی در حاکمیت جمهوری اسلامی. به این بهانه موضوع برنامه کنکاش رو اختصاص دادیم به جایگاه رهبری و ولایت فقیه در تداوم و پویایی نظام جمهوری اسلامی ایران. آقا من دیگه هیچی نمیگم. ببین این دم آخری کار سیدعلی به کجا کشیده که واسه خونسا کردن مشتای کوسه مجبور شده بیاد راجع به جایگاه خودش تو تلویزیونش برنامه بذاره. حالا بریم ببینیم راجع به جایگاه ولی فقیه تو نظام چی بلغور میکنن. و چون مسئله سیاست رابطه با آمریکا یک سیاست کلان هست، باید این با یک محوریت و اون هم رهبری هماهنگ باشه. الحق که خیلی هم هماهنگ بود، به خصوص اونجا که بیخبر از سیدعلی با یه پیغوم اکبر کوسه تک زنگ و با اوباما زد و سیاست کلان ولی فقیه و مالوند و رفت به کارش. بابا بریزید دور این کشکیاتو. من که میدونم این گفتگو رو واسه چی ترتیب دادید. وای هنگوان سوال اصلی رو بپرس. این اتفاق تاریخی که در نیویورک افتاد، من به وجوه مثبت و منفیش کار ندارم. آیا خواست مقام معظم رهبری بود؟ یعنی سیاست‌های کلی نظام ایجاب می‌کرد که این اتفاق بیفته و مقام معظم رهبری به این نتیجه رسیدن که با این اتفاق باید این اتفاق بیفته؟ دوستان سوالو داشتید؟ سیدعلی خودش اومده با زبون اشهدش گفته آقا نرمش قهرمانانه کن. بعد دوباره بعد از برگشت شیخ پری از نیویورک گفته دولت عزیزو حمایت میکنم. با این حال این یارو اومده میپرسه آقا افسار شیخ پری تو نیویورک دست عظما بود یا نه؟ راستی به نظر شما این یارو چرا این سوالو میپرسه؟ پاسخ طرفو بشنوید تا دستگیرتون بشه. بالاخره موافقت بگیم تاکتیکی مقام معظم رهبری بود. خاصیتش هم اینه، میگم آقای روحانی این همه نرم و حقوقی و دیپلماتیک صحبت کرد، آقای ظریف جزو بهترین دیپلمات‌های ایران دیپلماتیک صحبت کرد، چه کرد. پس اینطور نیست که اگر اینها منجر شد به اینکه آمریکا دست از دشمنی برداره که فبها که به نظر من نخواهد شد، و وقتی این نشه اون قشری که فکر میکردن خصومت آمریکا به خاطر تقصیر خودمونه، تقصیر لحن ماست، تقصیر مواضع ماست، اونها قانع خواهند شد که آقا این خبرها نیست. راستی که عجب شیرمالی هستی تو عبیانه. بابا با این بلبل زبونی ها نمیتونی دریوزگی سیدعلی رو بپوشونی. علی شیره‌ای از زور فشار داخلی و ریزش نوچه‌هاش تو رو آورده تو صحنه که بگه آقا من با این نرمش و این حرفا دارم با آمریکا رکب میزنم. میخوام اینجوری اکبر کوسه رو خلع سلاح کنم، وگرنه خط همون خط بیدنده و ترمزه. سیدعلی راستی که خیلی ذلیلی. و من معتقدم بزرگترین دستاورد این نرمش قهرمانانه، این مذاکرات، این رفت آمدا این خواهد بود. شناخت بیشتر از طرف. شناخت بیشتر از دشمنی اونا. دیگه دشمنی اونا رو نمیذارن پای لحن بد ما یا دیدار نکردن. و این کمک میکنه به انسجام ملی که اگر فردا تحریمی تهدیدی خواست تشدید بشه، ما انسجام ملی داخل خودمون رو داشته باشیم. آره جون عمه جانه.
تو گفتی و ما هم باور کردی. شما انسجام بند جسم ناقص سیدعلی رو داشته باشید، انسجام ملی طلبتون. جمع کنین بابا گفتگوی دوغکیتونو. جایگاه سیدعلی رو میخوای بدونی بیا پیش من. جایگاش تو زبالدون تاریخه و سلام و نامه تمامه. موشکار